به چه آبی. من و علیرضا تصمیم گرفتیم که این مسیر رودخونه رو از تو آب یه مقدار بریم بالا و لذتشو ببریم. آب انقدر یخه که آره یه حالت تونل قارتوری داره اون ته، آبش انقدر سرده که پاتو میذاری بی‌حس میشه. خیلی اصلا مسیرش خیلی جذابه، واقعا فوق العاده است و زیباست. الان میام پیشه، بذار از این بالون رد شم. چقدر بزرگه، وای همچین عنکبوتی من ندیده بودم. از استرالیا اومده. کارش دور زدن تا کارشو. از استرالیا اومده. چه عنکبوت بزرگی وای. دور زدن. از توی سنگ مثل یه آبشار ته آب میریزه پایین. واقعا چقدر جذابه، خیلی عجیبه. نظر شما چیه؟ خیلی واقعا یکی از عجایب جهان و آخرت همین چیزی که الان اینجا دیدیم. یعنی به نظرم اگه 7 تا عجایب جهان وجود داره الان 8میش اینه. من پشمام ریخت واقعا چی دیدم. روز با علیرضا اومدیم رودخونه نوردی. واقعا اصلا منظره رو ببینید چقدر زیباست اینجا. هر چی من بگم از زیبایی اینجا کم گفتم. کل مسیر فوق العاده. جای همه علاقه‌مندان به رودخونه نوردی خالی.